میگه قبر روزی 4 بار فریاد میکرده، میفته یا ابن آدم، ای فرزندی آدم، انا بیتون دود، ما خانه پر از کشدم و مار و مور رو میفته. اینا دیادت بگی ابن آدم، ای فرزندی آدم، انا بیت الخراب، ما یک خانه خرابم، در اونجا کورپچه نیست، دیوار نیست، اونجا دیگه بچکن نیست، چی نیست، یک جای تنگ تاریک است. ایاد نبرو روزی میای پیش من با میفته یا ابن آدم، ای فرزندی آدم، سهیم باد، انا بیتون ظلمات، ای فرزندی آدم، ما قبری هستم که توپ تاریکی، در اونجا دیگه هیچی نیست، تاریکی بخوای روشنی شوه، نمازی بامداد بکن. که شاعر میگه چو دلبندی در این دنیا که 5 روز مهمانی، چون آگاه مرگت آید آنگاه تو پشیمانی، نیاری یادی آن روزه که تو را در گور فرو دارند، عزیزان جمله باز آیند و تو تنها در لحدمانی. این حوضی عزیزش که اکش زویر، عزیزش که بچه‌اش، عزیزش که دامادش، عزیزش که جیانوش، میمونیم بگیم اکش زویر 20 تا سر اینجا هیچ کنم است، خود توق کم است، اکش جمشید خودش توق کم است. ایرم دیاتون بگیریم، مورم بچه گازی فوک مده فوکش بمونیم، زنی که برای او ای ترازو میزنیم، مشینیکی میکنیم، پول میاریم، پولی حرام میاریم، میتیم چون چی کار کنیم برای زن فرزند میاریم، بچه هم خلق نکره، دوبلیون کش میخریم، کرتک جینسش میخریم، اینجا شو نمیسته خطی میره و خودت میسته. خوردن با یاران جواب دادن تنها میشینی جده هیچ که قطعی نمیسته. چی میسته؟ عملای نیکت، 5 وقت نماز، روزه، حج، زکات. حجت یک کس اومد که یک کار دارم کار شبود کدی علمو همینجا هست، راه کدی برای خدا برکت تنه سفرخونه که او کدی انا ایگرای کاری خیرش هست. یک کس نکاح بستی، جنازش خوندی، نیکی کدی، یک کس رفتی کسلی را خوال گرفتی، یک آدم یتیم مسکین بیچاره در این زمستان دو قابچه کمر دادی، انا او هست پیدا اوجدا و دیگه هیچ که نیست، همه میروه. بگر نیاری یادی آن روزی که تو را در گور فرو دارن، عزیزان جمله باز آیند و تو تنها در لحد مانی. وقتی که قبر دوازی ما گور میکنیم، ملا صاحب میخونه تبارک 7 قدم اسم میاریم که ملائکه میگه السلام علیکم، اکای جمشید میگه من ربک، من دینک، من نبیک. اکای جمشید میدونی مرد یک سوال جواب بده که پیغمبری تو کی بود، خدای تو کی بود، دینی تو چی بود، چی عمل کردی؟ اکای جمشید این 2 صندوقای خیریت، صندوقای بدیات، هر کاری کسی یک کسی یک پیاله چای داده، یک کس جنازش در رفتی شرکت کردی، مالی معنوی مادی خدمت کردی، قوری یک کس کردی، بابایشان جنازه فلانی را خوندی، دعا کردی، مولوی صاحب رفتی امر معروف کردی، همش در صندوق است. یک تاکسیس یک کس سوار کرد، پولش نگرو گو چجان یاد دوبته او هست. هر کس خواستگاری رفتی، 2 کس عبود کردی، او هم هست. یک صندوقی بدیات هوی میکنه، یک کس عزت چه برده باشی، یک کس یا شفلاق زد مالش دزدیده باشی، یک کس خفه کرده باشی، پدر تا گریون کرده باشی، مادر تا گریون کرده باشی، او هم هست. الله العظیم، الصلاة والسلام علی حبیبه الکریم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ای خدا، نام تو بهترین سرآغاز، با نام تو کی کنم نام باز. ای خدا، یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست در زبانم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان من، موضوعی که امروز بنده اختیار کردم در مورد تکبر و غرور. اولین کسی که در روی زمین تکبر را اختیار کرد شیطان لعین شد و 3 لقب مشرف شد. یکی لعین، رجیم، ابلیس. چرا که خداوند کریم آدم علیه السلام را خلیفه خود در زمین قرار داد و بر ملائکه دستور داد. قال سبحانه و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم فاذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظیم.
زمانی که ما به ملائکه دستور دادیم که به حضرت آدم سجده کنند، فسجدوا الا ابلیس، سجده کردند ولی مگر ابلیس سجده نکرد. و علت سجده نکردن ابلیس این بود که تکبر و غرور کرد. ابا و استکبر و کان من الکافرین، ایبا و استکبار کرد، از جمله کافران گشت و خداوند او را از جنت الفردوس بیرون کرد. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال الصلاة والسلام. داخل نمی شود در جنت کسی که ذره از کبر در قلبش باشد. در دوره حضرت عیسی علیه السلام یک مرد عابد و یک مرد فاسق زندگی میکرد. در همان دوره از او عابدتر کسی نبود و از همان فاسق کسی فاسقتر نبود. یک روز حضرت عیسی مهمان عابد شد. این صحنه را فاسق که دید اشک ندامت از چشمش ریخت و گفت پروردگارا توبه کردم، خدای مرا مثل همان عابد متدین بگردان، توفیق بده که عبادتی را انجام بدم. اگر نامه اعمال مرا شیطان لعین ببینه شرمنده می شود. خدایا روزی هم عیسی بر خانه من مهمان شود. گفته دعا کرد و خواست که با حضرت عیسی و عابد زیارت کنه. به سمت آنها رفت. این عابد با کبر و غرور بر سو نگاه کرد و گفت به محشر که حاضر شود انجمن، خدایا تو با او مکن حشر من. خداوند در همان هنگام به حضرت عیسی علیه السلام وحی نازل کرد که دعای هر دوشان را قبول کرد. فاسقی که اشک ندامت از چشمش ریخت توبه کرد، او را با تو در جنت حشر میکنم. و عابدی که غرور و کبر را اختیار کرد و دعا کرد که ما را با او حشر مکن، او را در جهنم حشر میکنم. ببینید عزیزان من، یک ذره کبری که عابد داشت از جهنم بیرون شد. افتادگی آموزگر طالبی فیضی هرگز آب نخورد زمینی که بلند است. اگر شخصی که بخواهد که در دنیا باعث پیشرفت و ترقی بکنه و از او علم حاصل شود و خندا روز قیامت جنت داخل شود و بهترین جایگاه را در جنت کسب کنه، در قلب خود کبر و غرور راه نده. عزیزان من، بعضی ها خداوند لطف کرم خود را شامل حالش میگرداند، صلاحیت استعداد میده، ولی او کبر و غرور میکنه، مردم را با چشمی حقارت نگاه میکنه و فکر میکنه او در هر علم مهارت داره و دیگرها در نزد او بی سوادند. امامی که تکبر باشه مقتدیاش روز با روز کم میشود. دایی و دعوتگری که با تکبر دعوت کنه هیچ کس از سخنان او هدایت نمی شود. تاجری که با تکبر با مشتری صحبت کنه روز تا روز مشتریش کم می شود. ای بنده تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلب دیدار کند. ای بنده میگه تکبر تو را خار کند، محبوب ز تو سلب دلدار کند. محبوب یعنی خداوند کریم، سلب به معنایی که از دیدار تو محروم میگردد. لیاقت دیدن خدا را نداری تو، چرا که تکبر را اختیار کرد. حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه با واسطه که اینقدر علم و معرفت داشت، وقتی که مادرش میگفت که فلان مسئله را میخوام صورت مسئله را روشنی بیاندازم، شطور را بیار که تا پیش فلان عالم برویم و از این مسئله بخبر شیم، ابو حنیفه رحمت الله علیه اخلاق را ببینید، شطور را میآید و بند شطور را میگیره، مادر بالای شطور بر قدم میمانند، نزد عالم میروند و مسئله را حل میکنند. ابو حنیفه نگفت که من دانایم، من خوب میدانم مسئله را. یک روز یک نفری آمد گفت مولوی صاحب با یک همکلاسیم صحبت میکنم،
گرچه به او دلیل بیاریم و از آیت و از حدیث و هر چی بگیم قبول نمیکنن، حرف خودش تایید میکنن و خودش دانا میگیره. در هر موضوعی صحبت کنیم او دانا میگیره خودش، او میدانه و ما نمیدانیم. گفتم برای اینکه آدما صحبت نکنین، غرور و کبر قلبی او را پر کرده و باعث هلاکتش میگرده. بر مدعی مگو اسرار پستی، بگذار بمیرد در عشق خودپرستی. بدترین دروغگو همون کسی است که حرف خودش فقط تایید میکنه، حرف تو را قبول نداره و باعث هلاکتش میشوه کبر و غرور. حضرت موسی علیه السلام یک روز بر خدا مناجات کرد. قال موسی علیه السلام یا ربی من ابغض الیک من خلقک، قال سبحانه و تعالی من تکبر قلبه، او کما قال. گوی پروردگار از کدام بندت اینقدر ناراحت شدی و باعث خشم غضب تو قرار گرفت؟ گفت از بنده ایم که در قلبش ذره کبر داشته باشه. یک نفر در دوره‌های ابو علی بن سینا علم نجوم را مهارت داشت و خواست که بیاید از ابو علی بن سینا علم کسب کنه، ولی که قلبش پر از غرور و کبر بود، ابو علی بن سینا او را بر شاگردی قبول نکرد و از نزد ابو علی بن سینا خالی برگشت. و ابو علی بن سینا فرمود تو خود را گمان بردی پرخرد، اینایی که پر شود دیگری چون پرد. ای جوان تو خود را فکر میکنی تو پرخیردی، دانایی، تو از هر علم مهارت داری و دیگر را با چشم حقیر و فکر میکنی که نادان است و لایق این را ندارد، شایسته این جایگاه نیست، غرور و کبر میکنی. اینایی که پر شود دیگری چون پرد. اینا به معنای ظرف که پر از کبر و غرور شد، داخل او علم و معرفت و حکمت داخل نمیشود عزیزان، دست خالی برمیگردی. بسیار انسانایی بودن که علم را کسب کردن ولی باعث کبر و غرور اینها از کلاهای بالا پایین آمدن. افتادگی آموزگر طالبی فیضی، هرگز آب نخورد زمینی که بلند است. پس عزیزان من، بزرگان ما و شما را اگر مطالعه کنیم زندگی نامه شونه چقدر خاکسار و تواضع پیشه میکردن. یک روز میفرماید حضرت حذیفه رضی الله عنه را در مسجد پیش در آوردند و در حین نماز یک دفعه شیطان در قلبش غرور کرد و خواست که کبر در قلبی او جای بدهد. بعد از فارغ شدن نماز چهره مبارک به طرف مردم کرد و گفت دیگر مرا ایمان قرار ندهید. یک دفعه بود که قریب هلاک شم، فکر میکردم که من از شما بالایم. گفته در روی زمین آنها مثل فرشته بودن. ببینید چقدر حذر میکردن که کبر و غرور در قلبشان داخل نشد. مولانا مفتی تقی عثمانی را یک رحم الله یک شاگردش میگه از درس فارغ شد، کفش او را خواست که در زمین بمانه، دستی آن را گرفت و گفت هرگز این کار را مکن. اگر این کفش را پیش پای ما میماندی، خدایی نکرده شیطان در قلب ما میداد که تو بزرگی، تو عالمی، من هلاک میشیدم. اگر تو این کفش را پیش ما میماندی، والله تا خانه لخت میرفتم، پایلوچ میرفتم تا خانه، کفش در پام نمیکردم. گرچه دانا باشه و اهل هنر، خیش را کمتر زهر نادان شمار. اگر گرچه دانای اهل هنری، بازم با کسی نشستی خود را کمتر بدان. دعا کنیم خداوند کریم پروردگار ما را از جمله خاکساران بگرداند. دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمودند اللهم انی اعوذ بک
من نفخر و کبر. پروردگار پناه میطلبم از تو از باد کبر. خدا از باد کبر ما و شما را نگه دار. خدا این نکرده که کبر را اختیار کنیم و شیطان در قلب ما غرور کنه و هلاک بگردیم. آمین و رب العالمین.